با سلام و درود خدمت همه کسانی که در حال تماشای این ویدیو هستن. امیدوارم حال احوالتون درجه یک باشه و تنتون سلامت هر جا که در حال تماشای این ویدیو هستین. توی این آموزش قرار هست یک پلتفرم کاردانو ماینینگ کلاود ابری بهتون معرفی کنم که بیشتر میشه گفت یک پلتفرم استیکینگ هست تا کلاود ماینینگ. منتها به عقیده من بهتره حالا توی این مدل پلتفرم‌ها سرمایه‌گذاری نکنیم و این ویدیو صرفاً در جهت آگاهی و اطلاع رسانی هست. یعنی به هیچ عنوان ما شما رو ترغیب به سرمایه گذاری نمی کنیم و میخوایم در این آموزش به بررسی این سری از پلتفرم ها بپردازیم که ببینیم اصلا چه مدل پلتفرمی هستن و نحوه استفاده ازشون به چه صورته. ولی تصمیم گیری با خود شماست. من نمیگم باید حتما شما سرمایه گذاری بکنید. صرفا قرار 0 تا 100 پلتفرم رو بهتون معرفی کنم. بریم سراغ آموزش و بگیم به چه ابزارهایی نیاز دارین. در وهله اول حتما باید تراست والت رو نصب داشته باشین یا هر کیف پولی که شما میتونید دارایی‌های خودتون رو به صورت امن داخلش نگه دارین و برای انتقالم خب طبیعتاً به تراست والت یا بقیه کیف پول‌ها نیاز دارید. ولی توصیه که من به همه شما دارم اینه که از صرافی‌ها به هیچ عنوان استفاده نکنید به دلیل ناپایدار بودن و امنیت پایینشون، چون همشون غیر متمرکز هستن. به اصطلاح رسمی و شایع ترین اتفاقی که افتاد همین نوبیت اکس بود که من به خاطر همین و قبلتر هم که بهتون میگفتم همیشه توصیه میکنم از صرافی استفاده نکنید، حتی خارجی یا حتی ایرانی. بریم سراغ حالا وبسایتمون، وقت تلف نمی کنیم. میایم اینجا ببینید یک پلتفرم استیکینگ هست که شما اینجا میتونید ثبت نامتون رو انجام بدین. توی اینجا ایمیلتون، در بقیه فیلدها همچنین میتونید اطلاعات لازم رو وارد بکنید که شامل پسورد هست، پسورد ورود به حساب، پسورد برداشت وجه از حساب و همه اینها رو باید وارد بکنید و در نهایت کد دعوت و ریجستر رو بزنید. من قبلا ثبت نام رو انجام دادم و اینجا باید اکانت هم وارد کنم. وارد حسابم میشم. از قبل $22 داخل حسابم دارم و قرار ازش در این استیکینگ استفاده بکنم و اینجا $22 میزنم و مدت زمان رو روی 32 میذارم. حالا شما میتونید کمتر از این هم در نظر بگیرین. حالا من این رو دستم خورد باید ویرایش بکنم 22 و میام چیکار میکنم؟ استیکینگ رو روش کلیک میکنم، کانفرم میزنم و میگم که بله من تایید میکنم و روزانه به من 2.19 سنت ارزم به خدمت شما خروجی میده که میتونم از این طریق در واقع بیام و چیکار بکنم؟ برداشت سود بکنم که اینجا اکتیو کانترکت من هم قرار داره که تا 32 روز میتونم از این طریق قرار دادم هم ببینم و همین که اصل پولم رو بعد از 32 روز دریافت بکنم. حالا در بقیه بخش‌های قسمت حالا این وبسایت شما اینجا نحوه سرمایه‌گذاری رو هم میتونید متوجه بشید. خیلی ساده و راحت. مثلا BNB رو میتونید شما ارسال بکنید، فرق نداره و میاید داخل والت. خب میایم اینجا BNB رو میزنیم و در این قسمت ما ارسال با BNB رو انجام میدیم. ولی برای اینکه بتونید دقیق ارسال بکنید، مثلا مبلغ دلاری، اگه مثلا من بخوام در این قسمت مبلغ دلاری وارد بکنم، باید بیام اینجا مثلا اون دقیقاً $22 رو انتقال بدم که حالا مثلا در نظرم دارم همین مقدار رو بفرستم، باید مقدار دلاری بزنم بهتره تا اینکه حالا بیام بر اساس اعداد و اعشار رفتار بکنم. ولی خب با تتر و اینا که انجام بدید دیگه نیازی به کار خاصی نیست، صرفا اون مبلغ رو باید وارد بکنید و در نهایت ریشارژ کامپلت رو بزنید و موجودیتون رو شارژ بکنید. و اگر بخواید که حالا کسب درآمد بیشتری داشته باشید، میتونید از این قسمت اقدام بکنید، دوستانتون رو دعوت بکنید، اونا میتونن با طریق ثبت نام کردن از لینک شما به شما سود و کمیسیون برسونن. که حالا برمیگردیم و عقب ببینید که حالا توی این قسمت دست ما بازه که حالا بر اساس اون ارزی که در اینجا وجود داره برداشت بکنید. حالا مثلا BP20، TRX، پالیگان و کوین پالیگان که حالا این پالیگان تتر پالیگان هست. من معمولا بایننس برداشت میکنم همیشه، یعنی فرق نداره حالا تترش باشه خودش باشه، چون حالا ارزش خوبی داره. حالا اگه بایننس مثلا برداشت بکنم، اگه تترش رو برداشت بکنم، به دلیل این هستش که کارمزد پایینی داره که این یکی از خب مزیت‌های
تتر بایننس هست و ثبات قیمت و ارزش جهانی که برای خودش داره، این باعث میشه من همیشه خدا با این ارز برداشت بکنم. حالا بیایم در این قسمت میدر آدرس رو من میزنم، مقدار کل رو میزنم که خب دیگه همینو میخوام و پسورد رو میزنم و در نهایت کانفرم روش کلیک میکنم. روی کانفرم میزنم و برداشتم رو از پلتفرم انجام میدم و ویدرا ساکسس برای من نوشته میشه که در عرض چند ثانیه فقط به حساب من میاد و میتونم چک بکنم. خب یه برگشت میزنم، معمولا توی قسمت هیستوری میاد و باید منتظر بمونم که این اتفاق بیفته که همونطور که دارید مشاهده میکنید $2.20 ما دریافت کردیم و کافیه بیایم و ولتمون رو چک بکنیم که دارین مشاهده میکنید که ما $2.20 رو دریافت کردیم و الان داخل حسابمون هست. به همین سادگی و راحتی. چیز دیگه برای توضیح نمیمونه. خیلی ممنون که با من همراه بودین. تا یک ویدیو جدید، خدا یار و نگهدارتون.